توحید افعال چه قسم میتونیم بفهمیم؟ چند قاعده هست. قاعده اول که افعال مخصوص خالق بشناسیم. افعال مخصوص خالق بشناسیم. دومش اول باید یک لیست باشه، یک جدول باشه که او جدول انشاءالله ما براتون جور میکنم. کدام افعال مخصوص خالق است این را بشناسیم. وقتی که افعالی که مخصوص خالق است شناختیم، باز دوم چی میگه قاعده می؟ افعال مخصوص مخلوق باید بشناسیم. افعال خالق هم باید بشناسیم و افعال مخلوق هم باید بشناسیم. قاعده سوم چی میگه؟ باز فرق بین افعال خالق و مخلوق را از دیدگاه عقیده بشناسیم. افعال خالق با افعال مخلوق چی فرق داره؟ چهارمی قاعده افعال خالق به مخلوق نسبت ندیم. پنجمی قاعده افعال مخلوق به خالق نسبت ندیم. ششمی قاعده افعال خالق را از مخلوق تقاضا نکنیم. و هفتمی قاعده بدانیم که چگونه امتهای قبلی در ربوبیت خالق منحرف شدن. امتهای قبلی چه قسم منحرف شدن؟ و قاعده هشتمی چی است؟ افعالی که در قرآن کریم و سنت رسول به الله نسبت داده شدن فقط آن را به شکل توقیفی بفهمیم، از کیفیتش سوال نکنیم که چه قسم است، غیب است کیفیتش، و آن را با افعال مخلوق تشبیه نکنیم. دیگه چی از قاعده نهمی؟ از تحریف، تشبیه، تعطیل و تکییف افعال خالق اجتناب ورزیم. و قاعده دهمش حقوق ربوبیت را بشناسیم.